رسیدیم؟ نه نگه داشتم اونو ببینی. چی کار داره میکنه؟ کسی نمیدونه. هر روز صبح زود میاد اینجا و آخر شب میره. چند سال کارش همینه. شهرداری به خاطر احترام به این زن اون سنگو جابجا نکرده. هم خودش هم همه آدمایی که میشناسنش میدونن کارش بیفایده است. اما دست بردار نیست. اصلا مردم به خاطر همین کار دوستش دارن. اگه یه روز اینجا نبیننش دلتنگش میشن. به نظر من این زن و تموم بازمانده های اون روز و تموم بچه هایی که بعد از جنگ متولد شدن نماد واقعی حلبچن. از وقتی اومدم اینجا یه آوازی میشنوم. تو هم میشنوی عدنان؟ نه چه صدایی؟ مثل یه ناله میمونه. سلام کاکا عثمانی برس. سلام کاکا عدنان با قربان باشی کوریچک. قربانت تو چونی؟ سلام کاکا عثمان، کاکا علی. به شهر خودت خوش اومد. خیلی ممنون. ببخش هزار مرتبه‌ای؟ نه ببرید سمت. از این خیابون که بری پایین میخوره به روستایی به اسم باموک. مادرم باموکی بود. منم اونجا به دنیا اومدم. باموک به دنیا اومدم، حلبچه زندگی کردم، تهران کار کردم، سلیمانی زن گرفتم. کجا بمیرم خدا میدونه. میبینی علی آقا؟ داستان زندگی من از مال تو پیچیده تره ها. از اون جادم که بری میخوره به روستایی به اسم با کوچک. خیلی جایی با صفاییه. آره منم خیلی وقت نرفتم اونجا. بریم یه سر اونجا؟ بریم. بریم. پدرم قبل از بمباران حلبچه توی یه تصادف ویلچر نشین شده بود. روز بمباران از قضا یکی از بمب‌ها دقیق خورد تو خونه ما. من و خواهرم شلر جلو در بازی میکرد. داییام و عموم چون میدونستن وضعیت پدرم اینجوریه اومدن دنبال ما. خواهرم یسرا و برادرم هیمن، همون کوچیکه، همون که بعداً گمش کردن، اونم همراهشون بود. اما مادرم تا خواست پدرم رو جمع جور کنه و روی ویلچر بذاره مدت زیادی طول کشید. به خاطر همین اون گاز لعنتی اونا رو گرفت. وقتی اومدن تو کوچه به زور نفس میکشیدن. سوار ماشین دایم شدیم و زدیم بیرون. زنا و دختر بچه ها و پیرمردا داخل ماشین بودن و جوانترام از ماشین خودشون آویزون کرده بودن. کوچه پر بود از جنازه. اول مسیر دایم ترمز کرد. جوونا از پشت ماشین اومدن پایین و جنازه ها رو کنار کشیدن. اما بعد هر چقدر جلوتر رفتیم جنازه ها بیشتر شدن. به خاطر همین دایم مجبور شد از روی جنازه ها رد بشه. یه سری از اون جوونام که پشت ماشین بودن افتادن پایین. یکیشون پدر همین عدنان. مادرش تا دید پدره افتاد پایین در ماشین رو باز کرد و خودش رو پرت کرد پایین. نریم بچه ها، مردیم از گشنگی. هرچی بیشتر میشنوم ترسم داره بیشتر میشه. پس چی؟ اگه من اونی نباشم که منتظرشین چی؟ اگه باشی چی؟ نمیدونم. دلم نمیخواد امید بی خودی به کسی بده. که گفتی میخوای بری ایران؟ ممکنه. یه سری کارهای ناتمام دارم که باید دارم تکلیفشون رو معلوم کنم. ای هوار.
اما لیره چیه کن؟ چوزنم حتما پیان که تو که ایمالیری کیه این؟ شیخ ده. یکی از اون خانواده‌ای که آزمایش دادن. السلام عليكم. مرحبا شیخ ده. مرحبا. ماشي شو شيخ خضر؟ سلامتن. لدورو كتون بيني وما زاني هزار رحمتي لي بباوش الرحمتي وزينوبته بلان بداخل وادر نتو آخ لمنال يم زمانه باوكو بياوچي خاندان بو قولو بتوچي زاني حرمتي همو كسي قرد مگر من چه به حرمتیکم کرد شیخ کیان؟ بحرمتي لو زياتر تشيا ميواني من هلا قريتو مالو مالي قريني او الراستا شیخ کیان علی خوی حزی کرد چه تمونی من تکو دوای وش که ماموسا دعوتی کردیم اسمانیش لبر علی هات و بویره مگر قرار نیه ویش کسی اما بيه دبا شوی روزه ایش لا اما بمینتو نبه خوب هستی؟ خیلی ممنون. شما علی آقا هستی علی آقا من هم شیخ خضرم خوشبختم. من از عدنان خیلی دلخورم چون اون خونه ما میدونه این درسته که خبر اومدن شما از غریبه ها بشنوم شما ببخشید. اوه با نهار منتظر شما هستم نگالیوش توش اگر حضی لی بوره بسر چه؟ به خونه خودت خوش اومدی پسرم خدا رو شکر به خیر گذشت. امروز بله ولی خدا به دادتون برسه برای فردا. چرا؟ برای نهار دعوتتون کرد. نشد قرار نشد خودتو کنار بکشی. هر سه تامون با هم میری. دلخور نشی علی آقا. ولی خدا نکنه پسر گم شده ای ناقا باشی. چرا؟ بیچاره میشی. اون دوتا رو دیدی؟ بادیگارداش بودن؟ نه خیر. پسرای بزرگش بودن. هزارم آقا. چرا درباره پدر مادر چیزی بهم نگفته بودی؟ چون ازم چیزی نپرسیدی. عدنان اینو میشناسی؟ آره اسمش سلیمانه. روزی که علفچه بمباران میشه به جای اینکه زن و بچه‌شو سوار ماشین کنه و از شهر ببره بیرون از ترس اینکه شیمیایی بشه تنهایی با ماشین فرار میکنه. بعد یه مدت با یه دست آشولاش دوباره پیداش میشه. به هیچ کی هم نمیگه که چی شده. فقط با همین گاری از صبح تا شب تو شهر پرسه میزنه. نمیدونم این گاری رو از کجا آورده. هیچکی خبری از زن و بچهش نداره. ماشین ها با سری لاشه ها میان اینجا میرن خب نمیدونستن چجور زندگی کنن بچه ها پدرها کسی نمیدونست پدرش کجاست مادرش کجاست همینطور بود که وقتی زدن من اونجا بودم 10 متر 20 متر از اینجا دور اونجا خیلی هم بد نبود. بد نبود. اگه ندیدیش چجوری با همه برخورد میکرد. من همش نگران تو بودم. برای چی؟ برای اینکه از کوره در نری. یه چیزی بهش نگی که بهش بر بخوره. او به چی قسم بخورم؟ برای ما مزاحمتی نداری. یه چیکه ها به خونه ما پیدا میشه اگه برای دوش گرفتنه. شما لطف داری ولی من اینجوری راحتم. باشه هر جور راحتی. صبح کی بیدار میشی؟ چطور؟ بیام دنبالت دیگه. اگه قرار جایی بریم. مگه نمیخوای تو شهر یه چرخی بزنی؟ درسته اینجا مثل تهران نیست اما جایی هر جا شکل خودش. این حرف همون فیلسوف است درسته؟ نه دیگه این یکی حرف خودم. بالاخره افتخار میدی بیام دنبالت یا نه؟ خدا اینجوری شرمنده میشم نمیدونم باید چجوری جبران کنم. ببین علی جان من فقط فردا و پس فردا سلیمانی ام. یه چند روزی هم باید برم بغداد. دوست دارم این 2 روز رو با هم باشیم. ساعت 10 خوبه؟ چی بگم والا هرچی شما بگید. ولی یه شب. چه شب؟ روز اول با هم دیگه باشیم.
جواب آزمایش ها اومده. خب کیان؟ کجا؟ منم نمیدونم، هنوز چیزی مشخص نیست. خب بریم دیگه عدنان جان. خب میرفتی دادگاه جوابشو میگرفتی دیگه. این وقت شب دادگاه؟ خب من خودم فردا صبح میرم میگیرم. کجا باید برم؟ اجازه بده. اولا فردا جمعه است. جمعه و شنبه اینجا تعطیله. دوم این نامه ها باید با حضور تمامی خانواده‌هایی که آزمایش دادن و طی یه مراسم خاص برگزار بشه. اونم تو حلبچه، همینجوری که الکی نیست علی جان. این من باید 2 روز دیگه صبر کنم. این همه صبر کردی. این 1-2 روزم روش کار سختی نیست که. علی ببخش من یه خورده میخوام تنها باشم. علی جان بخیر به. بخیر به. ها بگیره. بگیره. او انا ركين باخي خوم انا ابا مناغي كان حزني چه بار راكي هذا مجاهد وجوه تو كل مني علي جان سيرك بارنا بيكم یعنی خانواده من الان کجا؟ اونا مثل من تا صبح بیدارن؟ شایدم چندین ساله که خوابیدن و دیگه اومدنم براشون فرقی نکنه. شایدم نه. اگه هستن تکلیف این همه امیدی که با اومدنم به دلشون انداختم چی میشه؟ اصلا براشون مهمه؟ ای کاش هیچ وقت نمی اومدم. بەتەنیا جێمەیەڵن ئەم شەوزریان ئەم چێنێ تەموو مژدای ئەپۆشێ و مانگە شۆ ئێرەفێنێ گەروی بە گزم تەڕکەن
زامەکانی بە شیلان بە گۆرانی دایپۆشن یان بە سەوزی دارستان. ئازیزانم، خۆشەویستانم، لە ناخی دڵمەوە بە خێراتنی یەک بەیەکی ئێوەکەم، بە خێراتنی شەیدە سەرکردەکانی شاری هەڵەبجەی شەیدەکەم بە خێر بەسەرچوو. هەڵبەتە هەمومان ئەزانین بۆچی کۆبوونەتەوە لێرە. ئەمڕۆ ئەو بنەماڵەیە کراکەین کە ئەبێتە خاوەنی ئەمڕۆ واتە کاکە عەلی. کاکە عەلی گەشتە هۆڵەکە هەمومان بە خێراتنێکی گەرمیەکەین. با هەمومان چەند ساتێ پێکەوە بۆ سیم بۆ گیانی پاکی شەیدا. خاطر شهیدان میخوان چند لحظه سکوت کن. زۆر سپاس.